در برنامه اخباری آزادی از تاجیکستان و 4 گوشه جهان مهمترین خبرها را گرد آورده ایم. سلام بیننده عزیز، امروز 30 ینور است. در برنامه این گزارش را داریم. هواپیمای مسافربر در امریکا به چرخبال نظامی برخورد. سبب‌های حادثه را تحقیق و شماره قربانیان را حساب می‌کنند. آمار بحث برانگیز رئیس اداره هوانوردی تاجیکستان که میگوید اخراج مهاجران تاجیک از روسیه کم شده است. 24 نسبت سال 2023 24 خیلی کمتر شده است. حادثه کشته شدن 3 کارگر راغون را شرح دادند. سال گذشته نزدیک 50 نفر از جمله 6 شهروند چین در کارخانه‌های تاجیکستان هلاک شدند. یک هواپیمای شرکتی امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 سرنشین در آسمان شهر واشنگتن با یک چرخبال نظامی برخورده است. هنوز شمار تلفات احتمالی این حادثه معلوم نیست. بیانیه اداره هوانوردی فدرالی میگوید که این هواپیما در حال نزدیک شدن به میدان فرود با یک چرخبال متعلق به ارتش آمریکا برخورده است. تفصیلات در گزارش شهلوی گلخوجه. هواپیمای مسافربری خطسیر داخلی و چرخبال بلک هوک ارتش آمریکا بعد به هم خوردن در فضا به رودخانه پوتومک در نزدیکی فرودگاه به نام رونالد ریگان افتادند. پلیس گفت که ماموران چند نهاد در عملیات جستجو و نجات در رودخانه شرکت دارند. مقامات گفتند شام چهارشنبه تمام فرود و پروازها را در فرودگاه باز داشتند. هواپیما با 60 مسافر از ویشیتا ایالت کانزاس به واشنگتن پرواز میکرد و در چرخبال 3 سرباز آمریکایی بودند. سبب‌های سقوط هواپیما معلوم نیست. بنا به گزارشات در هواپیما 14 ورزشکاران رقص روی یخ بودند و از جمله 2 مربیشان از روسیه که سال 1994 قهرمان جهان شدند. یوگنیا ششکووا و وادیم ناوموف سالهای اخیر در آمریکا کار می‌کردند و پسر آنها عضو تیم ملی این کشور بوده است. گزارش درباره زنده ماندن کسی از مسافران در دست نیست و تا زمان تهیه این گزارش گفته میشد که جسد 18 قربانی را از آب بیرون کشیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به نظر می رسد که ممکن بود از این فلاکت پیشگیری شود. پیت هکست وزیر دفاع تازه تعیین آمریکا گفته است وزارت به یگان تأخیر به تحقیق سبب‌های فلاکت با چرخبال نظامی آغاز می‌کند. بینندگان ارجمند، خبری برخورد هواپیما با چرخبال نظامی در امریکا دوام روز تکمیل می شود و شما را از سامانه آزادی آرگ و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام می توانید پیدا کنید. اخراج مهاجران از روسیه از موضوعی است که در مطبوعات این کشور هر روز صدا می دهد. مقامات روس اعلان کرده بودند که سال گذشته بیش از 80,000 مهاجر را از این کشور پیش کردند. خبر اخراج صدها مهاجر تاجیکستانی نیز در سال گذشته رسانه‌ای شده بود، ولی مقامات روس شماره دقیق آنها را نگفتند. مقامات تاجیک برعکس خبر رسانه‌ها و صحبت مهاجران میگویند که تعداد شهروندان تاجیکستان که از روسیه پیش شدند نه آنقدر زیاد است که گفته می شود. همکارم مولا رجب یوسفی و براد یوسفی در این باره گزارش دارند. و تقریبا هر روز هر خیل میشد. رئیس آژانس هوانوردی تاجیکستان گفت که در سال 2024 هر ماه تقریبا 350 تاجیکستانی از روسیه اخراج کرده شدند. حبیب الله نظرزاده روز 29 ینور در نشست مطبوعاتی تلاش کرد نشان بدهد که تعداد آنها چندان زیاد نیست. رئیس آژانس هوانوردی آمار عمومی را اعلان نکرد. او تنها گفت به حساب میانه روز 10-13 شهروند تاجیکستان از روسیه به وطن فرستاده شدند. چیزی که قید کردیم نسبت سال 2024 خیلی کم شدگی است. همین به نظر این رقم میانه از 12-13 10 میشد 13 میشد برادر عزیز. 24 نسبت سال 2023 24 خیلی کمتر شده است. خود حبیب الله نظرزاده در ماه ایول سال گذشته گفته بود تنها در دوام 6 ماه اول سال 2024 از فرودگاه‌های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان دیپورتاسیون شدند. از فدراسیون روسیه 3400 نفر همه 4 فرودگاه کشور за 6 месяцев
نظرزاده سبب اخراج شهروندان تاجیکستان را مطابقت نکردن حجت‌های آنها نامید، اما برخی مهاجران کاری اخراج شده آن زمان شماره دپورت شده ها را خیلی زیادتر از آمار پیشنهاد نموده رئیس آژانس هوانوردی تاجیکستان گفته بودند. به گفته مهاجران پس از حادثه کراکورس ده‌ها شهروند تاجیکستان را از فرودگاه‌های روسیه به وطن بازپس فرستادند. بعد خدمت هر از سمایلود که قریب 20 نفر به پریچنا چخیلی که میسو پروتکل نبود در روز 10 کس 20 کس یا هم 10 کس 20 کس هر ریس میگردونن. پریچنا نداره که آدمایی که نو رفتن دپورت کردن پاسپورت نو پاسپورت میکنی کو پاسپورت نو میکنی سرکش تمام میشه 10 سال آنم بونم دپورت کردن به هیچی نمی معقولش نمیشه دپورت میکنه. چی میگویی دیگه؟ بعد حمله به تالار کنسرتی کراکورس در کنار مسکو که مقامات روسیه اساساً شهروندان تاجیکستان را به انجام آن گمان برمی‌دانند، اخراج مهاجران از آن کشور زیاد شد. در این حمله بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند. مقامات روسیه گفتند سال 2024 تنها از شهر مسکو تقریباً 20,000 خارجی و به خصوص مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز را بیرون کردند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. برنامه رو با خبری از یک کشور دیگر آسیای مرکزی ادامه میدیم. مقامات رسمی در ترکمنستان به کارمندان حکومت گفتند که نشریه‌های دولتی دارای مقاله‌ها درباره پرزیدنت و پدرش را در حاجتخانه و یا برای پیچانیدن نان و دیگر کارها استفاده نکنند وگرنه از کار رانده میشوند. همکارم طاهر سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه از او پرسیدم که سبب این دستور به کارمندان اداره‌های دولتی در ترکمنستان چی هست؟ نشریه‌های سخت سانسور شده ترکمنستان خبری زیادی ندارند. از این رو مردم آنها را برای هدف‌های دیگر به کار میبرند. مثلا تا چند وقت پیش روزنامه‌های دولتی را که مندرجه‌شان فقط ستایش رئیس جمهور سردار بردیمحمدوف و پدرش قربانگلی بردیمحمدوف پرزیدنت سابق است برای دیگر کارها استفاده می‌بردند. از جمله یا اشیاء را می‌پیچاندند یا در حاجتخانه یا برای آتش افروختن استفاده می‌کردند. حالا احوال به تدریج دیگر می‌شود چون مقامات رسمی کارمندان دولتی را مجبور می‌کنند زیر سند امضا گذارند که در آن آمده است صحیفه‌های روزنامه و مجله‌های را احتیاط کنند که در آنها عکس‌های اعضای خانواده حاکم در ترکمنستان درج یافتند. خبری مذکور از چند کارمند دولتی در ترکمنستان به رادیو آزادی دسترس شد که خودشان این سند را امضا کردند. در ترکمنستان که رسانه‌های مستقل عموما وجود ندارند، کارمندان دولت و دانشجویان مجبور هستند به نشریه‌های دولتی عبور شوند. یکی از این کارگران دولت از ولایت بالکان با شرط پنهان داشتن نامش به رادیو آزادی گفته است که به آنها امر دادند در سال نو روزنامه‌های دولتی را برای کارهای خواجگی استفاده نبرند و آلوده نکنند. با گفته یک کارمند دیگر در ولایت مقامات اظهار کردند که برای نظارت اجرای فرمان در هر صفحه نشریه‌ها QR کد میزنند که امکان می‌دهد معلوم کنند نشریه پاره شده به کدام عبونچی تعلق. طاهر، مردم درباره این قرار چی میگویند؟ یکی از مصاحبان بخش ترکمنی رادیو آزادی در ولایت بالکان گفته است که حالا میترسند که مبادا کودکانشان در خانه به نشریه‌های دولتی دست بزنند. گفته یکی از آنها را اقتباس میارم و آن هم چنین است: اگر کودک خرد عکس رئیس جمهور را پاره کند و در کوچه اندازد ما از کارمان محروم میشویم. اما اینجا مهم همان مسئله آزادی بیان است که در ترکمنستان وجود ندارد. این کشور در رده‌بندی سازمان‌های حامی آزادی بیان به مثل گزارشگران بدون مرز همیشه در یکی از پایین‌ترین زینه‌ها قرار دارد و از بدترین کشورها در جهان برای مطبوعات خوانده می شود. گزارشگران بدون مرز میگوید در ترکمنستان که رسانه‌های مستقل نیستند، ژورنالیسم فقط برای ستایش رژیم است. دولت به سرکوب بی‌امان دیگر اندیشان ادامه می‌دهد. منتقدان آزار و اذیت می‌بینند، لطوکوب و شکنجه و حتی کشته می‌شوند. بسیاری از دیگر اندیشان از ترس به خارج گریختند یا می‌گریزند. مثلا سال گذشته خدایبردی علشف، خبرنگار سابق 35 ساله رادیو آزادی، پس از بیماری طولانی درگذشت و سبب بیماری و مرگ او را طرفدارانش فشار زیادی حکومت برای کارش می‌شمارند. تشکر از همکارم طاهر سفر که درباره هشدار مقامات ترکمنستان علیه استفاده روزنامه‌ها در کارهای خواجگی معلومات داد. ای هموطنی عزیزتر از جان،
ای یوسف امروزین کنعان بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیاتی. مقامات هلاکت 3 کارمند نیروگاه راغون در ماه نوامبر سال گذشته را شهر دادند و گفتند که حادثه با عیب خود کارمندان رخ داده است. روز 12 نوامبر سال 2024 پلتفرمی که برای ادامه ساختمان استفاده میشد در راغون چپه شده بود و چند کارمند زیر آهن و چوب ماندند. خدمات نظارت بی‌خطری کار در صنعت گفت که سال گذشته نزدیک 50 نفر از جمله 6 شهروند چین در کارخانه‌های تاجیکستان هلاک شدند. ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف جزئیات بیشتر دارند. در یک سال گذشته 30 کارگر در کارخانه‌های تاجیکستان در پی رعایت نکردن قاعده‌های امنیتی کار به هلاکت رسیدند. از این شمار 6 نفر شهروندان چین بودند. چرا تعداد هلاکت شهروندان چینی در کارخانه‌های تاجیکستان زیاد شده است؟ مقامات تاجیکستان دلیل‌های زیاد شده این موردها در کارخانه‌های چینی را در یک نشست خبری شرح دادند. سرعت کار کارمندان چینی نظر به کارمندان وطنی با مراتب زیاد. بسیار سبب سرعت کار. سال گذشته در کارخانه‌های کشور 48 حادثه ناخوش ثبت نام شده است که در نتیجه آن 30 نفر به هلاکت رسیده، 26 کس جراحت برداشتند. تازه ترین مورد هلاکت 3 کانکن در یکی از کارخانه‌های پیمانکار شرکت فان یغناب در پی ریختن سقف کاوشگاه زیرزمینی است که خدمات نظارت امنیتی کار گفت سبب حادثه را بعد نهایی شدن خلاصه ها پس از 3 روز اعلان می‌کند. مسئله حادثه‌ای که در راغون شد، پلتفرم را استفاده بودن، پلتفرمی که باید در یک چند انکرها مستحکم کرده میشه. یکم قاعده ویران کنید در خودی کارمندان باید در 6 نقطه مستحکم یا 5 نقطه 6 نقطه مستحکم میکردن پلتفرم. همگی در 3 تا کردن. در 3 نقطه. با گفته صنعت اسا وقتی که 6 تسمه وصل نمی شود 3 تسمه تاب نمی آرند و می کنند که در نتیجه 3 کارمند زیر پلتفرم می مانند و به هلاکت می رسند و یک تن دیگر زخم می بردارد. در پی حادثه در محل ساختمان نیروگاه برقی راغون علیه 2 تن پرونده جنایی باز شده است. خدمات نظارت بی‌خطری کار خلاصه فنی خود را در حجم 500 صحیفه به دادستانی شهری راغون سپرده است که دادستانی این پرونده را پیش می برد. مقامات تاکید می‌کنند که بی‌مسئولیتی کارمندان مهندسی و تکنیکی سبب اساسی حادثه های ناخوش میباشد. در پی این حادثه ها 27 شخص منصبدار و 5 شخص حقوقی به جوابگری ماموری کشیده شدند. برای رعایت نکردن قاعده های امنیتی در سال 2024 340 شخص حقوقی و واقعی به جوابگری ماموری کشیده شدند. جریمه های عمومی آنها بیش از 1.8 میلیون سوانی را تشکیل داده است. یک خبر، رسانه‌های ایران گزارش دادند که این کشور روابط با تاجیکستان را از روز 3 فوریه امسال پورا بیکار می‌کند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا قرار شورای وزیران ایران درباره بیکار کردن روابط با تاجیکستان با مدت تا 30 روز تصویب شده است. با قول منبع سفر بدون روابط تنها از طریق راه‌های هوایی امکان پذیر است. پیشتر شهروندان تاجیکستان و ایران می توانستند تنها از طریق خط‌سیر دوشنبه تهران بدون روابط یا ویزا سفر کنند. برای سفر به دیگر شهرهای ایران روابط طلب می شد. مقامات تاجیکستان هنوز درباره بیکار شدن نظام روابط با ایران رسما خبر ندادند. هرچند رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 16 ینور و در جریان سفر همتای ایرانیش مسعود پزشکیان به دوشنبه گفته بود طرفداری از بین بردن روابط با ایران است. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. اگر می‌خواهید هر لحظه و آسان و بی مشکل نوارهای رادیو آزادی را تماشا کنید و خبرها را خوانید، پس به صفحه تلگرامی رادیو آزادی همراه شوید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.